آیا می توانید تصور کنید که بلندترین صدای حیوان روی کره زمین نه شیر که غرش آن به 114 دسیبل می رسد و از 8 کیلومتری شنیده می شود، نه فیل و نه حتی نهنگ آبی که صداهایی تا 188 دسیبل در زیر آب تولید می کند، بلکه میگوی کوچکی به اندازه یک انگشت است و این میگو همینجا در آبهای گرم دریای کارائیب و همچنین در سواحل استرالیا و شرق آفریقا زندگی می کند. به آن میگوی تپانچه‌ای میگویند و قدرت فوق‌العاده‌ای دارد، چنگالی که به سرعت گلوله باز می شود. آنقدر سریع آن را می‌بندد که حبابی ایجاد می‌شود و درون آن حباب یک انفجار واقعی رخ می‌دهد. دما به 4700 درجه سانتیگراد می‌رسد، تقریباً به داغی سطح خورشید. در آن لحظه صدای انفجاری به بلندی 210 دسیبل، بلندتر از صدای شلیک گلوله یا حتی موتور جت شنیده می‌شود. این میگو فقط طعمه خود را نمی‌ترساند، بلکه با یک صدا آن را گیج یا حتی می‌کشد. این موجود روی نقشه قابل مشاهده نیست، اما صدای تک تک آن حتی توسط هیدروفون‌های نظامی روی زیردریایی‌ها نیز تشخیص داده می‌شود.